شهر ترسونزاده از شهرهای صنعتی مملکت به حساب رفته در حدود آن کارخانه‌های خرد و کلان استحصالی فعالیت پرثمر دارند. علاوه بر این در مرکز شهر شماره زیاد بیناهای استقامتی بلند آشیانه موجود بوده اهالی به تامین خوشصفت قوه برق احتیاج دارند. از این خاطر برای فعالیت منتظم کارخانه‌های استحصالی گرم نگاه داشتن بیناهای بلند آشیانه و تامین مردم شهر و دهات شهر ترسونزاده شبکه‌های برقی منطقه تمام امکانات‌ها را سفربر نموده در زیرزگاه برق تامین کنی تجهیزات‌های نو زمانوی را نصب می‌کند. با شرافت استقلالیت جمهوری تاجیکستان هر سال در شهر ترسونزاده کارخانه‌های صنعتی و خانه‌های بلند آشیانه ساخته با استفاده داده شده است. از همین سبب در بور زیرزگاه برقی روشن برای خوشصفت تامین نمودن نیروی برق به اهالی شهر ترسونزاده نورسایی میکرد. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان و موافقه با شرکت سهامی هلدینگی برق تاجیک تجدید و از نو برقرارسازی زیرزگاه برقی روشن به نظر گرفته شده بود که از طرف پودرچیون تاجیک گیدرا الکترومونتاژ کارها در حالت انجامیابی قرار دارد. در زیرزگاه برقی روشن تمام تجهیزات برقی که سالهای طولانی کار و فعالیت می نمودند تمام تجهیزات برقی با تجهیزات برقی زمانوی عوض و استوار کرده شده است. فعالیت منتظم و تامین بی‌میلان منطقه با قوه برق از تامین سریع ترانسفورماتورهای فرسوده شده و عوض نمودن سیمچوب‌های در حالت صدموی قرار داشته به ستونپایه‌های آهن و بتونی وابستگی دارد. سال جاری نیز در این سمت کارهای معین به انجام رسانیده شده است. برای خوشصفت و منتظم تامین نمودن نیروی برق به اهالی شهر ترسونزاده اقتدار عمومی زیرزگاه برقی روشن را زیاد نموده در زیرزگاه برقی روشن یک عدد ترانسفورماتور علاوگی AT4 نصب و وصل کرده به استفاده داده شد. این هم باشد برای در دوره تیرمو زمستان‌های سال‌های آینده برای خوشصفت و منتظم تامین نمودن نیروی برق به اهالی شهر ترسونزاده میباشد. به خاطر از بین بودن سرباری و بلند برداشتن صفت تامینات با قوه برق مسئولین تجهیزات نو وارد نموده همزمان ترانسفورماتورهای دهات را از تعمیر برآوردند.